سلام، امروز 18 اسفند. این شرکت میهنه که ما خیلی قبولش داریم، همه چیزشو میخریم، محصولاتشو. ببین نگاه کن تاریخشو، 11/5/1404 این تاریخ داره. کاری ندارم، حالا 120 تومنم قیمتشه، اصلا کاری به قیمتش هم ندارم. ببین این آب میوه 2 روز خریداری شده، من خوردمش ندیدم، الان اومدم آخر تهش ریختم تو ظرف که تهشو بخورم، دیدم که توش آشغاله. بعد دیدم تکون تکون میخوره، گفتم لابد توش انبه گیر کرده، گفتم بذار بازش کنم ببینم توش چیه. نگاه کنی توش چیه، من نمیدونم این ماره کرمه. حالا فقط خدا رو شکر میکنم که من به دخترم از این آب میوه ندادم، یعنی گفت مامان بدمزه است من نمیخورم، گفتم مامان نه شرکتش معتبره بخور. ببین این چیه، شما نگاه کن ببین این چیه تو این آب میوه، این شرکت میهن، شما ببین این توی این آب میوه چیه. درش هم پلم بوده، من الان با چاقو اینو بریدمش. امروز هم 18 اسفند 1403 هست.